دل آفتابی ای محبت به دل آفتابی ای محبت به دست ما کتابی ای محبت به دست ما کتابی ای محبت دست ما کتابی ای محبت. درود به شما بیننده های عزیز و ارجمند. برنامه آفتاب محبت منظور شما. این بار موضوع برنامه ما نقش عائله، نقش والدین در تربیت ذهنی و جسمانی و روانی فرزند. ما به برنامه یک نفر آموزگار اصیل، علوچی معارف جمهوری تاجیکستان منیره اعظم را دعوت کردیم و همچنین در برنامه ما دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند و حافظه شناخته جمهوری تاجیکستان دلارام مهر حضور دارند. ما را همراه باشید. به دست ما کتابی ای محبت. معلمی ارجمند، البته نقش والدین، نقش عائله برای تربیت ذهنی و جسمانی و روانی فرزند خیلی بزرگ است. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. نگاه شما همچون پداگوگ، آموزگار اصیل که سالیان سال برای تربیت نسل نورس، نسل جوان گام های استوار می بردارید. این موضوع ما را چه بررسی میکنید و چه گفتنی هایی دارید؟ مرحمت. تشکر زیاد هدیه‌بان عزیز. من پیش از آنه که در این موضوع رشته فکری خود را بیان داشته باشم، این نداره خودم را بیان میکنم. واقعا موضوع بسیار به مورد است، بسیار هم مهم است، بسیار هم برای امروز و فردای هر یک انسان عوض نشونده است. زیرا آنه که پدر مادر این اگر هستی انسان به شخصیت هایی هستند که اساس شخصیت هایی هستند که همین کی شدن و کی به وای رسیدن و در حیات چی به موفق شدن از والدین ها وابسته است. اینجا من شاگرداشتیم، دانشجوی جوانان نشستیم. به شک و شبهه مادر بزرگترین شخصی است که برای انسان، برای یک فرد، یک انسان شدن، کامل شدن فدایی است خودش می بخشد به فرزند. من سخنهای پیشوای معظم ملت به خاطرم میارم. اگر دختر مادر دانش کافی داشته باشد، صاحب معرفت باشد، دانشمند باشد، از چنین مادر تربیت بهترین فرزند به عمل می آید. آنهای شخصیت های بزرگ شدن میگویند که من از مکتب مادرم تعلیم گرفتم. همین سخنها به شک و شبهه آنه است که اگر از آوانی مکتب خانه ما گوییم که معلم اولین داریم، لیکن معلم اولین انسان این مادر است. میپرسن حکیم راکف تربیت فرزند 7 ساله شده است یا 4 ساله شده است و من از کی تربیت کنم؟ میگن که شما 4 سال دیر کردید. من فکر میکنم که از آنه که یک سال معین رسیدن، همین تربیت مادر
نقش مادر هنوز در بطن مادر بودن فرزند. بله. مادر چی؟ محیط رو برای خود و برای عائله می سازد. مادر در کدام فضا گشت و گذار میکند، چی خوراک رو تناول میکند، چی سر و لباس رو به بر میکند، فرزند همین گونه به وای میرسد یا در بطن مادر علق. وقتی که به دنیا می آید با همون نوازش و مهر و عله و با همون سخنهای نیک و لفظ شیرین مادری که دارد، من فکر میکنم همین گونه تربیت. یعنی که تشکلی ذهنی از مادر است. البته چون که خون مادر در شریان خون کودک با شیران سفید مادر به کودک همین غذای معنوی من فکر میکنم. میگه صنف 5 یا 6 یا 7 دخترکا یا پسرکا همین قدر معنویات دارن که از بیت ها من میگم البته این آینده درخشان دارد که همین معنویات و همین تشکل ذهنی و جسمانی کودک به تاثیر نمیمونه. ولی البته پدر و مادر در خاندان یک تکانی میدهند که آنها رو صاحب علم باشند. اکنون ببینید مادری که خود کتابخوان است یا میگیم که معنویات بلند دارد، معرفتی بلند دارد، با کودک لفظ شیرین که سخن میکنه، البته کودک همین صداهای شنوه با معنویات و کودک به تاثیر نمیمونه. یا به خاطر بیارد ما بیم میگه حاضر همین کودکی که تولد شد پهلوی وی کتاب افسانه های خلق تاجیک اقلا مانید با مادرای هستن که همون رو با لفظ شیرین میخون. ممکن میگن که کودک چی نوزاد است و چیه میفهمن، لیکن میفهمن، احساس میکنن. اما خردکر با همین یا سرودهایی که مضمونی بلند دارن. بینید سری دسترخوان دخترها من به خاطرم هست مادرم با ما سپارش‌های خانه میدادن، تقسیم میکردن و رفتن خانه یا اینکه جا به جا کردن جهاز خانه، کرپچه یا دیگر، یا دسترخوان کشودن، حتما به تازگی آن اهمیت دادن، یا پیاله یا چینک شسته تازه. اینم معنویات است. اینم غذای معنوی است که در تشکل فرزند معنویات آن مادر نقش میگذارد. در یک صحبت نشسته بودیم و گفتن که السلام علیکم، گفته پیاله رو به دست گرفته همین خیلی چای دهد بهتر است یا ما گفته پیشنهاد کند بهتر است. بله. اینا کی می آموزاند؟ مادر. البته مادر نو ایا بی میلان مخصوص نه. امروز نشستیم کنی بیای تو من امروز درسی همین رو میگذارم، نه. مادر آن عمل و کارهایی که اجرا میکنن هر روز از مد نظری کودک دور نیست. یعنی که پدر و مادر در خاندان عکس آینه هستند. با عملشان باید فرزند نمونه باشیم. هستیم. چون که هر روز کودک ها مایه میبینن مادر پدر میبینن، لفظی که پدر و مادر دارد یا که بیتی که من به خاطرم هست این بیتی که پدرم با مادرم میخوندن، ما گوش کرده کلان شدیم. زندگی افتاده بر سر بیچاره بیدل چاره چیست؟ خوش باشد هم زندگی، ناخوش باشد هم زندگی. مادرم به پستی بلندی های زندگی، پدرم همین گونه تسکین میدادن. یعنی که همین گفته‌های مادر برای شما شعار شده است. هر باری که یا دلگیر میشم یا همین بیت زمزمه میکنم برای خودم، برای من یک قوت میبخشد. من باوری دارم که مادرای امروزه، مادرای تاجیکی ما برای فرزند واقعا نقش دارن در تشکل ذهنی و جسمانی آن. یا ورزش کردی مشغول شدنی فرزند. بله معلمه عزیز، مثلا گریم خاندانی که پدر و مادر اینقدر مهربانانه به شما با لطف و مرحمت سخن میگویند، یا خاندانی هستند که البته با سخنهای درشت، دغل یا یک کاری شما رو نادیده میگیرند، فرزند چه خیلی تربیه میگیرد؟ اکنون از آنی که آموزگار هستن در رفتی تعلیم هسته که حالتهایی میشن شاگردا بناگاه سخنی بیجا گفته ماند یا گفتی شما برین دغلی یا دشنامی شده ماند، همه خیلی نگاه میکنم میگم شما مادر پدر معرفی میکنید. آفرین. دیده جوانانی عزیز، هم تو نگاه میکنم میگم شاگرد عزیز شما پدر مادر معرفی میکنید
همین خیلی خودشان نگاه میدارن و خاطر میبینن. بعضا سوال میتیم در خانه شما با همین لفظ سخن میکنن که شما هم خیلی سخن میگوید. گویم می معلومه از کوچه شنیدم. کوچه هم کیم تربیه میکند؟ پدر مادر. بله. از پدر مادر ما یگان جا دور نمید، یگان قدر. لیکن میشه که هوای هوس، خطا راه گم کردن. لیکن مقصدی من فکر میکنم این برنامه ها از آن عبارت است که امروز چند تنی که گوش میکنن از هر لفظ شما، از معلومه بیتی که انتخاب میکنند و میسرایند، یا اینجا جوانایی که گفتید پیش قدم هستند و من دخترکا پسرها یگان فکر میگویند. بگذار کسی که ممکن خطا رفته است، ممکن نفهمیده مانده است، راه درست رو انتخاب کند. این بهترین من فکر میکنم عملی میشد که برای یک آدمی که در زندگی راه گم زده است و راهی معین زندگیش به مساعدت کرد. بله. یعنی همین مادرم همین گونه است. بله. یعنی که ادب رو از کی آموختی؟ از بی ادب. دخترای عزیز یگان سوال دارید؟ مرحمت. من پرسیدنی هستم که پایدیواری نخستینه که برای عائله مستحکم ساختن بین زن و مرد چگونه باید مناسبت باشد که به یگان نقصان آورده نرساند؟ بانوی خسروی نازنین من بسیار سوال به مورد است، به موضوع موافق است. از آنه که موضوع نقشی والدین در تشکل ذهنی و جسمانی و عموما فرزند است، بینید آنه که گفتید که عائله برپا کنند و به نقصان باشد. خود مادر پدر نمونه است، هم فرزند و پدر مادر عائله داری آنها یا فضایی که آنها ساختن در زندگی نمونه است. باز پدر مادرم رو به خاطر آورده. ما اگر 50 سال پدر مادرم عائله کرده باشن، یک بار لفظی نادرستی پدر رو نسبت مادر نشونیدم، یا مادرم وقتی که پدرم چیکی نگویم یک سخنی که اطاعت کننده، بله، همون عنعنه های اجدادی من و شما که پدر ستون خاندان است، مرد سردار عائله است، همین رو ما از مادر یاد گرفتیم. همون برای پدر مادر شما الله که در عائله برپا کردن شما ذهن شما به گذاشتن، لیکن باز البته آنه که اینجا نشستید عائله اساسی جامعه، اساسی دولت است. از آنه که آینده عائله برپا میکنید، من فکر میکنم بیکار هنوز در دوره هخامنشی ها پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، این مغز زندگی هر یک آدم است. اگر پندار این نیت است، من فکر میکنم اگر آرزو و آمال و نیت نیک قدم گذارد، احترام، محبت، همدیگر فهمی هستند که پستی و بلندی های زندگی و با صبر و با تحمل باشند، من فکر میکنم عائله بی نقصان. برای بی نقصان شدن عائله و عائله داری تفکر بسیار چیزی مهم است. البته بسیار تفکر چیزی مهم است. با صبر بودن، با تحمل بودن، با اندیشه بودن، دوربین بودن انسان رو به مقصد و هدف و آرزو و آمالهایش میرساند. شما و در عائله برپا کردن موفقیت میخوایم. اگر عائله آرام و تنج و گفتی شما در تربیه ذهنی و جسمانی فرزند اهمیت دهند، دولت آباد و آرام و آسوده و همه ساحه های خودگی خلق پیش رفته و معلم خیلی تاجیکستان امروز آباد و خسروی و هم تو بهشت هست که هم خیلی به عائله بهشتی و زندگی میکن. البته فکر میکنم از قوه ذهنی خود جوانان وابسته است. اگر خواستن توانستن میگویند، اگر خواهند زندگی آباد را خودشان میسازند. یعنی که با سخنان خوش، با یک تبسم ملیح، با اراده مستحکم قدم گذارن به زندگی، پستی و بلندی ها را عبور کرده توانند. البته زندگیشان به جهانیان معرفی می شود. چون که ما در کلان های ما گرچنده که پیران روزگار ما زنها نخوانده باشند، هم آنقدر سوادی کافی داشتند که بشریت از مادران تاجیک آموخته است. انا اصلا مادر دوره به دوره من شما میدیم عنعنه های
میدهیم همون معنویات، همون تربیه، همون اسلوب و آداب. بعد در خانه دو عروس دارم دخترها، بینید ها گفتن دیگر کلمه وقتی که شما صدا میکنن لبای گفتن دیگر، بینید لبای علاقه نوازشانه احترامانه همون فضای خانه و شدت نیو آرامی میبخشه. ها خوب شده است گفتن علاقه شدت نیو آرامی میبخشد. خوب گفتن که این بسیار معنویاتی هست که از مادر و از پدر فرزند میگیرد. از همین نقطه نظر مادر غذای معنوی، کان معنویات، گنج سخن، گنج اخلاق هستند با پدر. بله دیدید دخترکانی عزیز، جوانان هوشمند چقدر سخنهای ارزشمند گفتن معلمه عزیزی ما که جهان غذای معنوی میبردارد هر کس شنونده. این برای شما در آینده یک دستور عملی هست. اگر هر یک شما همین از گفته های آموزگار، از گفته های همسایگان، بابای و بیبی، پدر و مادر پند گیرید، برای خودتان همون را هضم کنید، در آینده باوری داریم که یک عائله نمونوی مستحکم بنیاد کرده میتوانید. سوالی داشته باشید جوانان عزیز؟ مرحبا. نقش پدر در تعلیم و تربیت فرزند و عائله در چیز کمتر ابراز نظر میکردید؟ این دو شخصیت های بزرگ، مادر پدر، هستی انسان هستند. لیکن درست است، دیدید می در قرآن کریم هم آمده است مادر بعد پدر گفته. لیکن پدر این ستون خاندان، اینا امین برای خاصتا دخترها زنها حمایتگر اساسی این پدر هستند. با انمون معنویات و دانشمندی و کتف و بازوی و قدرت و تواناییشان پدر ما احساس میکنیم که یک حامی حمایتگر هستند. مردها این نمونه قدرت هستند، نمونه هستی و گرمی و غذای و تامینی عائله مرد است. اگر مرد از خواجگی داری معنویات به وابسته نباشد و روزگار در یافت کرده نمیتواند. شما آینده عائله برپا میکنید، از لفظی شما علاقه تربیت سر میشه. وقتی که مادر همسری خودشون به مرد با مهربانی گپ میزنن، لطف میکنن، احترام میکنن، قدرتی بازو نه قدرتی عقل پیشنهاد میکنن، من فکر میکنم عائله پا بر جا. لیکن من فکر میکنم پدر اونی که معنویات دارد با روح تفکر، عقل، زبان، عملها، کارهای اجرا کردهشان به شک و شبه عائله زن و شوهرداری جفتی برزگاه است میگفتن. اینجا قدمای کلان ما میدانیم که جفتی بارکش با برزگاه زمین رو و آماج رو میبستند و جفت میکردن، شدگار میکردن. دریافت روزگار زندگی از همونجا بود. امروز تکنیک ترقی کرده است. اگر هر دو برابر زحمت کشد باری زندگی برای وی آسان میفته. اکنون مردهای گفتی، لیکن باری زندگی به مردها زیادتر است نسبت به زنها. من فکر میکنم آن مردی که جنسی لطیف زن مادری فرزنداشو حرمت میکند، خیر شدن یا به کسی محتاج شدن یا یگان ناراحتی زندگی وزن، این در دویش مرد است، پدر است. من احساس کردم که پدرم به ما این وزنینه ها رو نآوردن. به دست ما کتابی ای محبت. بینندای عزیز و ارجمند، چقدر که ما گفتیم نقش والدین در تربیت ذهنی و روانی و جسمانی فرزند، در برنامه ما حضور دارند یک جوانی موفق، جوانی که البته امروز شناخته هستند، البته از آب چشمه عقل و ذکاوت و دریای معرفت پدر و مادر نوش جان کردند و امروز 6 کرته گیرنده استیپندی پرزیدنتی و غالب آزمونی 10 آزمون‌های بین الخلقی، چی در داخل چی در خارج کشور. امید جان امانی. امید جان، البته شما نه تنها امیدی پدر و مادر،
بلکه امیدی وطن هستید. امروز نسل جوان از شما افتخار میکند و هر یک پدر و مادر میخواد که فرزندش مثل شما دانا و ذکی و دانشمند باشد. من نظر شما به موضوع برنامه ما. مرحبا. من هنوز صنف 6 بودم که یک بیت بسیار خوب را در این بابت از بر کرده بودم که شاعر میگفت هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست، جز به جان فرزند را پیوند نیست. حاصل از فرزند گردد کام مرد، زنده از فرزند ماند نام مرد. من امروز افتخار میکنم که پروریده مکتب جوان پرورانه پدر و مادر خود هستم. در این زمینه من که ختم کرده اختصاصی حقوق شناسی اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به حساب میروم. قید کردنی هستم که جمهوری تاجیکستان همچون دولتی حقوق بنیاد و دموکراسی سلسله قانونگذاری های را مخصوص در این بابت برای تنظیم مناسبت های اولیوی تربیت درستی والدین به فرزند قبول نموده است. این چنین یک نقطه مخصوص را باید قید نماییم که حتی در 10 ساله دویم زمان صاحب استقلالی حکومت کشور تشبس نمود که یک سال مخصوص را همچون سال اویله اعلام کند. در این زمینه ما که در اویله های گوناگون کمال می‌یابیم، پیش از همه پدر و مادر برای درست تربیت یافتن ما فرزندان نقش بزرگ دارند. در این زمینه من خلاصه کردم که پدر و مادر من این مهندسی روح، خیالات و اندیشات من بودند که از من امروز چون یک شخصیت موفق، یک جوانی عالمگیر توانستند تربیت درست را به سامان رسانند. باور میکنید پدر و مادر در کجای نباشند هر لحظه یادشان با ما فرزندان است. چون من زمانی که به مالزی پرواز داشتم حتی دعای اولین رو در فرودگاه برای من پدر و مادرم داده بودند. یعنی که زمانی من در استانبول تحصیل داشتم حتی برای خبرگیری من اولین شده پدر و مادرم از می سفر نمودند. چطور میتوان گفت که محبت پدر و مادر این کار نمیده نیست؟ نه، چون که حتی در یک اثری عنصر مالی کیکاووس خوانده بودم که میگفت فرزند خوب است ولی فرزندی بعد مثل انگشت ششم دست انسان است که اگر ببری درد میکند و اگر باقی بماند شرم آور است. در این زمینه سلسله تشبس ها برای باز هم بهتر نمودن تربیت، تعلیم و روحیه ما فرزندان در زمان صاحب استقلالی براه مانده شده است که سال قبل در سال 2025 با تشبث کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوری فرزند بهترین 2025 راه اندازی گردید که از 3 دور عبارت بود. دور اول شهر، دور دوم بین 18 شهر نواحی ولایت سوخت و دور سوم بین 72 شهر نواحی جمهوری تاجیکستان بود که خوشبختانه در این 3 دور من توانستم با اشغال مقام اول جایزه داری آزمون جمهوری. آفرین. مبارکتان باشه. تشکر زیاد. سخن ارسطو همیشه به یاد ما باید باشد که فرزندان خوب انا همان نمونه چهره های پدر و مادر خود هستند که بعد قرن ها نیز میتوانند چون آینه مجلا انعکاسگر باشند. زمان من در یک خانه مادر ایرانی در شهر تهران مهمان بودم. اونجا حتی اون مادر از تعلیم، سخنگویی و مهمانداری ما دیده خلاصه کرده به من گفت که من احسن میخوانم و تربیه مکتبی مادر تاجیک که چون شما جوانان موفق و فرزندان عالمگیر تاجیک را تربیت نموده است. آفرین. بهترین. امید جان، البته چیزی که گفتیم نقش مادر، نقش عموما عائله برای تربیت ذهنی نورس جوان خیلی بزرگ است. شما البته در دهه کلان شدید، تربیت گرفتید، همون محیط سازگاری دهه، آبی چشم ساران، کوههای سربلند ناحیه اشت شما را تربیت کرده است. و من امروز شما همین رسالتی فرزند بودن خود را در چی ادا کرده میتونید در نزدیک پدر و مادر؟ مثلا از پدر و مادر بیشتر به شما، به قلب شما کدام سخنهای مهربانشان ممکن هر لحظه میخواهید که همان را تکرار کنید، از همان دیگر جوانان هم برخورد باشند و مثل پدر و مادرتان شما در آینده زندگی شایسته به سر برده باشید. اما کدام سخنهای پدر و مادر هرگاه شما را هوشدار میسازد؟ بله، در واقع ما
дар даврони мактабӣ қисми зиёди рӯзгори худро назди волидайн мегузаронем. пас аз оне ки мо ба силсилаи дониш омӯхтан дар сатҳи ҷумҳур ва байналмилал мегзарем, яъне донишҷӯ мешавем ва ба минтақаҳои гуногуни олам сафар мекунем, ҳамеша суханҳои падар ва модар чун шиори зиндагии мо дар зеҳни мо инъикосгар ҳастанд. дар ин замина ман ки дар оилаи хизматчии давлатӣ ба дунё омадам, падару модарам тарбия ба ман дуруст доданд ва замоне ки ман синфи 4 ё 5 мехондам, дар дасти падарам вақте шаҳномахонии ӯро дидам, ман бо ҳамон алфози кӯдакона андак аз он қисмҳо аз бар кардам ва пас аз қариб 15-16 сол дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғсипидоноӣ ман ана ҳамон иқдомро идома дода барои падар исбот кардам ки фарзанди хуб метавонад ана ҳамон ҷоизоти маҳсули тарбияи шуморо боз пас гардонад. ва чанд сол қабл дар солҳои аввали баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғсипидонои китоб аст, ман тавонистам дар ин озмун дар силсила давраҳои он ширкат карда ҷоизадори ин озмун дар сатҳи ҷумҳурӣ гардам ва мукофоти онро аввалин шуда оварда ман дипломашро ба дасти модарам ва мукофотпули онро дар ҳаҷми 20 000 сомонӣ ба дасти падарам тақдим кардам. беҳтарин. خیلی افتخار نمیکنید جوانان عزیز مرحمت. بله درست. وقتی که من اکثرا که با آزمون ها فروم ها سفر میکنم و زمانی نیز یک هفته پیشتر یک خبری خوش به دوش ما رسید که ماه مارت نیز ما نوروزی بین المللی رو در شهر سئول جمهوری کره تجلیل میکنیم و برای من رخصت اومد و این رخصت رو نیز من همچون فرزند شایسته اولی شده به سهم پدر و مادرم رساندم و اونها دعای نیک دادن و چند گفتن که برای بچه‌ام هر جای هستی تو میتونی. آفرین. یعنی که امیدی مادر از امید جان خیلی کلان است. تشکر میگم امید جان از اشعار بزرگان وقتی که قرائت میکنید جهان غذای معنوی میبردارید. بیشتر کدام شاعر رو میپسندید؟ میخواستیم که این لحظه بهر بیننده های عزیزی ما، بهر جوانان از آن قرائت میکردید که از قند پارسی ما هم کم شیرین میکردیم. من در مکتب خودشناسی و شعری بلند شاعران خلقی تاجیکستان آذرخش و فرزانه قریب تا 12 سال است که تربیت میگیرم و همچون فرزند مدنی استاد فرزانه توانستم 2 کتاب خود را به نشر رسانم و توانستم با این مجموعه خود 154 مقاله های علمی عمومی به نشر رسانم در سطح جمهوری و بین المللی و اعضای اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و جایزه‌دار اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام واحد اسراری گردم. در این زمینه من میپرورم. البته یک انانی خاصی دارم که هر جای نروم حتما از شعر مادری معنوی خود استاد فرزانه قرائت میکنم و تصور کنید حتی من در 8 ملاقات آزادی رهبریت عالی مملکت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار داشتم که آنجا نیز منزلت شعر، ادبیات، پدر و مادر و تربیت درستی فرزند ذکر گردیده بود. در این زمینه ما که در عرفه استقبالات فصل سبز روزگاری ما که پدر و مادران ما با قلم سبز تقدیر فرمول خوشبختی ما فرزند رو می‌نویسند، یک شعر بهاری از استاد فرزانه براتون میتوانم ارائه نمایم. باشد. استاد فرزانه در یک شعر خوبشون میگن که چو بهار می بیایم همه گل همه ترانه، به تو چهره می نمایم همه گل همه ترانه. نفری اگر بپرسد که به چند می درایی، به 1000 می درایم همه گل همه ترانه. آفرین. سربلند باشید، سعادتمند باشید. البته مادران مهر خود را از دل آرامشان بیان میکنند. یعنی که مهر مادر این بیانگری دل آرامش است. در برنامه ما حضور دارند دل آرامی مهر با یک دستگل زیبا آمدند و بهر شما عزیزان ارجمند تقدیم می‌دارند. مرحمت دل آرام بانو. تشکر معلم عزیز که مرا به برنامه خود دعوت کردید. در اینجا نشستگان جوانان عزیز و مهربان ما، آینده ما، آینده ملت ما هستند. برای همه اینها من خوشبختی عائله مستحکم را تمنا دارم. مادران ما همیشه زنده سلامت باشند. بله. همیشه دعاگوی ما باشند.
داورم ای دولت و تاجی سرم ای از همه بالاترم جان مادرم جان مادرم ای مادری غمخوارم ای مادری بیچارم ای مادری غمخوارم ای مادری بیچارم شبهای تو گشته سحر اندر سری گهوارم مادرم ای بختی جاویدانه شبان دویده ای دردی جهان کشیده ای آسایش ندیده ای جان مادرم جان مادرم روز و شبان دویده ای دردی جهان کشیده ای آسایش ندیده ای جان مادرم جان مادرم 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 ای دولتی یگانه من پیشی تو قرض دارم بجان خدمت به تو سازم بجان مهری تو را دارم بجان جان مادرم جان مادرم پیشی تو قرض دارم بجان خدمت به تو سازم بجان مهری تو را دارم بجان جان مادرم جان مادرم برنامه تو صد آفرین ای جنتی روی زمین تو بهترین بهترین جان مادرم جان مادرم مادرم ای جنتی روی زمین تو بهترین مادرم ای جنتی روی زمین تو بهترین مادرم تشکر زیاد. تمنا میکنیم که مادران زندگی ساز تاجیک همیشه زنده باشند. البته ما در بابت تربیه نسل جوان، نسل نورس، عموما عائله
بسیار سخنهایی گفتیم که جوانان ما برای آینده زندگی عائلوی خود استفاده خواهند بود. میخواستم فکر و عقیده های خود رو آید همین موضوع یعنی که من هم بیان نمویم. تشکری زیاد که شما اینقدر مادر را تا آسمان، اگر 7 قبتی آسمان هم گویم خطا نمیکنیم برآوردید. در حقیقت هم مادر ارزنده است. من گمان میکنم که اگر همین شخص در کدام سن و سالی که نباشد و در نزد پدر و مادر رود، او یک کودک است. من نیز 1 ماه پیش خداوند به من یک هدیه بی همتا داد، کودک. یعنی که من نیز مادر شدم. گرچنده که مادر باشم هم وقتی که نزد مادرم میروم من خودم رو همچون کودک حس میکنم. من گمان نمیکنم که من کودک دارم. من حالا هم به مهری و نیاز دارم یعنی به مصلحت های مادرم نیاز دارم. در حقیقت هم بهترین ها را مادران به دنیا آوردند، بزرگان را هم، حتی پیشوای معظم ملتمون را نیز مادری تاجیک به دنیا آورده است. من یک شعر به یادم آمد، در آنجا یعنی که گفته شده است که مادری خوشبخت تاجیک بهر ملت پیشوا زاد، با دعای مادرش گشت پیشوا فردی خدا داد. کس به انسان مادری را می سزد خوشحال باشد، صاحبی تختی زبرجد صاحب اقبال باشد. رودکی را هم به گیتی مادری تاجیک داده است، مادری تاجیک سینا لایق و بازار زاده است. مادری من هم مرا زاد با 1000 امید و ارمان، تا که باشم فخر ملت بالد از من تاجیکستان. شکر حق دلسوز مادر در حقیقت بی نظیری، تا جهان باقی است باقی آرزو دارم تا نمیری. بانوی زیبا، خودی شما انا گفتید که من مادر شدم. البته این مادر شدن یک سعادت بزرگ است. از سخنهای معلمه، آموزگار برای خود چی گرفتید در آینده برای رشد ذهنی کودکتان، فرزندتان و من عائله خود، برای سلامتی اهل خاندان خود چی کارها را به شما میرسانید؟ من که دانشجو هستم، البته که به درس ها می روم. کودکم که حال نوزاد است، به این به من خوشدامنم کمک میکنند. بیبی و بابا داریم در خانه که به ما هر چنده که ما خطاگی کنیم آنها با سخنهای خوب به ما یعنی که کمک میکنند، یاد میدهند، البته که راه نشان میدهند. یعنی که آنها آفتابی هستند که به خانه ما نور بخشیده میستند. به آنها ما هیچ هستیم. من اکنون فهمیدم که کودکم که حالا هم نوزاد باشد، او علاقه سخنهایی یعنی مرا میفهمیده است. وقتی که من الله میگویم وای چگونه مهر و محبتی مرا میفهمد، سخنهای مرا وقتی افسانه گویم وای به خود یعنی که شما گفتید معنویاتی یعنی که مادر را میگیرد. من گمان میکنم که من نیز باید چقدر کتاب خوانده باشم و از آن کتاب ها به او نقل کنم. این علاقه کم است. وقتی که من میخواهم که فرزندی من آینده بزرگ شده نامبرداری ملت شود و به ملت خود خدمت کرده، نامبرداری پدر و مادر فخر ما گردد، من باید بسیار کارهایی را کنم در پیش دارم. ولی حالا این نمیدونم، شاید به من مادرم کمک کنند، خوشدامنم کمک کنند. باید من از آنها، از معلمه ها یعنی که مصلحت ها گیرم. بله. زندگی البته پستی و بلندی دارد. زندگی برای ما و شما که وقتی که ما تبسم میکنیم، زندگی هم برای ما تبسم میکند. همیشه جواب دهید اگر به زندگی آینده شما درخشان میشد. اینجا بانوی زیبا چقدر وصفی مادر رو اینقدر با یک مهر و محبت گفتن. نه هر دخترک خوشدامن را صفت میکنند. این دخترک وقتی که خوشدامن میگن از چشمشان برق درخشان شد. یعنی که اگر این از اون شهادت میدهد که این دختری زیبا خودشان محبتشان را به عائله داده توانستند. هر یکی شما در آینده همین خیلی زندگی کنید که زندگی شما برای جامعه نمونه باشد. جوانان عزیز، پدر و مادر از شما خاطرشان جمع باشد، دانند که فرزندان آنها در آسایشتگی زندگی میکنند. من تشکر میگویم برای اینقدر اشتراک فعالانه
صحبت صمیمی و تمنا میکنم که همین زندگی ما، همین روزگاری ما همیشه دوام کند و شما دوام دهنده همین روزگاری پدران و مادران باشید. عزیزان ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا میکنیم که البته هم آفتابی معانی در خاندان شما باشد و هم آفتابی محبت قلب شما رو همیشه گرم و مزین نماید. تا دیدنی دیدار. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت،